پیکره تیلوکوری پرزیدنت پیشین ترکمنستان سفرمراد نیازف را که در مرکز شهر اشقاباد پایتخت این کشور قامت افروخته بود کندند. اطراف این مجسمه که سال 2000 در کوچه مخدوم قلی اشقاباد در روبروی بینای وزارت امور داخلی نصب گشته بود چند ماه پیش دیوار گرفته شد. مقامات ترکمنستان درباره نقشه کندن مجسمه پرزیدنت پیشین این کشور رسما خبر ندادند و از سبب‌های این اقدام نیز شرح داده نمی شود. رسانه‌های رسمی ترکمنستان هم در این باره خبری نشر نکردند و مقامات نیز نمیگویند که با پیکره پرزیدنت پیشین خود چی خواهند کرد. سفرمراد نیازف از سال 1985 تا 2006 ترکمنستان را رهبری میکرد و تا این سالها در سراسر آن کشور چندین هیکل و نیم پیکره او گذاشته شده است. بزرگترین پیکره زرندود نیازف را که سال 1998 در میدان مرکزی شهر اشقاباد نصب شده بود، سال 2011 کنده به مکان دیگر انتقال دادند.